سلام به تمام پارسی زبانان عزیز. امیدوارم هر کجای این دنیا هستید حالتون خوب باشه. امروز براتون میخوام درباره باتری لیتیومی 18650 راه اندازی ماژورای 4 سل با همین باتری ها رو بگم. چند نکته مهم درباره ساخت باتری شارژی هست که حتما باید رعایت بشه، که اگر رعایت نکنید مطمئن باشید بعد از دشارژ شدن اولیه به مشکل میخورید. همینجور که میبینید روی این باتری هایی که من الان میارم، اینا رو هر کدوم ولتاژش نوشتم. حالا اینو براتون میگم برای چه کاری هست، چه کاری باید انجام بدین، چجوری باید اینا رو با هم مچ کنید، راه اندازی کنید که در آینده به هیچ عنوان به مشکل نخورید. مثلا نگاه روی من زدم 4 و 12، این فول شارژشه، یعنی شما میذارید تکی شارژ بشه، فول شارژ که بشه این عدد به دست میاد 4 و 12 که همه رو باید یادداشت کنید. فرقی هم نداره حالا 2 سل باشه، 3 سل باشه، 4 سل باشه، 5 سل باشه. این یه نمونه 4 سلشه. این میگم ماژور 4 سل، ورودی خروجی داره، روش هم نوشته دیگه کجا وصل کنید، B1 B2 B3. حالا اونا رو در ادامه بهتون میگم که چیکار کنید. اینا رو باید به صورت سری به هم وصل کنید. ماژور 4 سل تقریبا 16 و 7 میده، تقریبا 17 ولت. حالا بسته به نیازتون. یه همچین چیزی هم داشته باشین ابزار که بزنید داخلش. این روی باتری ها رو باید شما لحیم کنید. اول این بالای باتری ها رو که میبینید یه سنباته بزنید، یا هم یک چیزایی هست تو بازار بهش میگن آب لحیم. حالا از اون هم نداشتین، از این نمونه بهش میگن روغن فلاکس. اینا رو که بزنید قشنگ لحیم روی باتری میگیره. جرمی چیزی هم داشته باشه تمیز میکنه، زنگ خوردگی داشته باشه. یعنی قشنگ شما باتری های دست دوم میتونید هر برندی مختلفی باشه با این روش اوکی کنید، ماژول درست کنید، ماژولی که قشنگ عمری باشه، خراب هم نشه دیگه، تا زمانی که دیگه عمرشون باتری ها تموم میشه. حواستون هم باشه زیاد هویه رو روی سر باتری نگه ندارید که داغ بشه، چون آسیب میزنه به خود باتری. این ماژور 4 سل که میبینید ورودی خروجی داره برای شارژ و دشارژ، B1 B2 B3. اینا هم که برای ولتاژایی که باید بهش وصل شه که بهتون میگم. نه این نمونه پنسلشه، برای دل شارژی شما هم میتونید استفاده کنید، فرق نداره برای هر چی بخواید. این هم یه نمونه دیگه شه. اینم 4 سل مختلفه، مدل‌های مختلفیه، ولی همشون به یه شکله، به همین روشی که من میگم. شما یعنی از 2 سل، 3 سل، 4 سل، 5 سل، 6 سل، 7 سل، هر میزانی که بخواید میتونید راحت درست کنید. فقط باید این نکاتی که میگم رعایت کنید. این نکات رو رعایت کنید هیچ موقع به مشکل نمیخورید و عمر باتریاتون هم خیلی زیاد میشه. اینجا نگاه کنید نوشته B2 تا B1 بیتری، یه مثبت داره یه منفی که خروجی اصلیشه که وقتی سری میکنید. اون پایینش نوشته، حالا نمیدونم دیده میشه یا نه. اینم که مال دل شارژیه. البته شما میتونید استفاده کنید تو هر باکس دیگه خواستید. اینا کیفیتشون بهتره، اینا خیلی کیفیتاشون بهتره. من معمولا برای پنسل از اینا استفاده میکنم. یه نمونه دیگه شه، این به جای مثلا B1 B2 بیتری باید چیزای دیگه نوشته که اینا بزنید دیتا شیپش یا نقشه خودش رو چجوری سیماشو بس کنید میاد. اما شما باید بدونید اون B1 رو کجا بس کنید، B2 رو کجا بس کنید، بیتری رو کجا بس کنید. اینو بدونید دیگه اوکیه دیگه. قشنگ میتونید از 2 سل برین تا ادامه 10 سل. اول من این بالا اینم خودم ساختمش. میتونید برید توی کانال ببینید آموزش ساختشو، گیره مونتاژ. اول اینا رو لحیماشون رو یکم قلمدود میکنید که راحت متصل بشه. بالاشون هم یه حالت یک چیزی داره که برای اینکه میخواین شما، بعضیا با نوار لیکون اینو بس میکنن دیگه. اون دستگاه جوش باید با دستگاه جوش داشته باشین، ولی خب دستگاه جوش هم نداشتین هم میتونین بردارین هم میتونین روش
قلب بزنید و قلمدودش کنید که راحت متصل بشه. سیماتون هم باید همینجا قلمدود کنید، کارتون قشنگ در میاد، محکم بس میشه. اینا رو یکم بهش حرارت بدیم میتونید بردارید، با 5 سی میتونیم بگیریم برش کنیم. نخواستید هم اینه من بذاریم باشه، روش قلمدود کنید، وصل کنید. اون وصل بشه، لاین بشه، به هیچ شما کنده نمیشه. اینا رو میذارم برای نواره که با دستگاه جوش نقطه‌ای با اونا میخواین شما مونتاژ کنید، که البته بهتر هم هست با اونا باشه دیگه، چون دستگاه جوشاش یه مقدار گرونه و هر کی نمیتونه بخره. از این روش هم میشه استفاده کرد. خیلی‌ها دارن از این روش استفاده میکنن. من اینا رو قلمدود میکنم. این باتری ها رو هم قلمدود میکنم و سیماشو متصل میکنم. این ورود و خروجی هاشه این سمت، هم شارژ هم دشارژ. یعنی هم از اینجا ولتاژ رو میدید، هم از اینجا هم میگیرید. برای مصرف کننده 16 و تقریبا 8 میشه. هویتون هم سعی کنید همیشه تمیز کنید که سر هویه رو نخواد عوضش کنید. و اینا رو هم یکم از این روغن فلاکس میزنید. خودش حالت یک، این مال بینی و گوش میخرین قطره، از اونا داره. یک قطره قشنگ میچیکونین، یکم بذارین باشه بهتره. حالا من تو ویدیو بعد میگیرید قشنگ میچسبه، میبینید قشنگ قلبش میگیره. سریع هم بردارین، زیاد هویه رو نگه ندارین. کامل گرفت. حالا اون طرفشو باز همین کارو میکنید. یکم روغن فلاکس میریزین، دوباره لحیم میکنین. کامل قشنگ صفر باشه دیگه، قشنگ قلتون بگیره. بعضی باتری ها زنگ زده است نمیگیره، باید تمیز کنید، سماته بزنید، به خلاصه تمیزش کنید. حالا من اینا رو دونه دونه وصل میکنم به هم. اول اینا رو همه رو کامل میزنم، بعد دونه دونه متصل میکنم و میارم بهتون نشون میدم. این باتری ها رو من به هم متصل کردم با چسب سری، منفی مثبت منفی مثبت. حالا اینا رو با هم سری کنید. برای این کار میتونین از پای مقاومت ها اضافهش، پای LED، از اینا استفاده کنید. این که میشه مثبت، اون پایینش به هم متصل میشه، اینجا باز منفی به مثبت، یعنی این دوتا. می‌بینید اینجوری مثبت بود دیگه، این منفیش به مثبت باید اتصال پیدا کنه. از این آهن رو گذاشتیم اینجا، تأثیری نداره دیگه، این ثابت شد. آهن رو باتری لیتیومی تأثیری نداره. این میشه نقطه اتصال اول. حالا برمیگردونیم از پایین. میشه این منفی با این مثبت. یه پایه دیگه مواظب باشین دستتون نسوزه. هرچی هم سریعتر
اوبیه رو برداریم بهتره، داغ نشه زیاد، آسیب میزنه به باتری. اینم اتصال آخر، منفی مثبت، انتهاش میشه منفی خروجی. حالا میریم ولتاژ رو بگیریم. چهارده و 16 و نیم. خب حالا این وسط اینا میشه 4 و 12، این میشه B1. این نقطه اتصال B1. حالا اینجا 8 و 22، این میشه B2. اینجا 12 و 34، این میشه B3. همونجا ادامه داره دیگه، مثلا شما پنسل داشته باشید یکی دیگه اینجا رو بگیرید میشه 16، اون میشه B4. دو سل هم که همینه دیگه، B1 میشه اولی. خب پس این شد اولی. اینم قشنگ یه جوری قرار میدید که البته باید قبلش چسب دو طرفه بزنید برای احتیاط. اول من میزون کنم. یه منفی کجاست؟ این بره. خب این نزدیکتره به این، اینم نزدیک اینجا. با دو تا سیم کوچیک میخواد یه منفی اینجا، یه مثبت هم اینجا. اینجا هم که B1 با مولتیمت گرفتیم شد این B1 B2، این هم B3. من چسبش رو بزنم. این کمه، یه تیکم از این 1 سانتی میزنم که کامل پوشش بده. کندنش مکافات. شد این منفی این طرف، بی منفی این طرف، این نزدیکتر. طبق همین دیگه سیم اضافه کنید. یه بار دیگه برای اطمینان بگیرم اشتباه نکنیم.
مثبت 4 و 12. این میشه B1 B1. پس شد این B1. بله اینجا شانتی خانمم حضور یهویی داشتن تو ویدیو. کجا بودی خوشگل خانم؟ رفته بودی استراحت کنی؟ خب این سیم، چند تیکه سیم. این سیمایی هم که استفاده میکنید برای مثبتش و منفیش سعی کنید سیمای خوبی باشه، مس باشه. این میشه مثبتش، این هم که منفیش. B1 هم که شد این نقطه اتصال بین این دوتا. از اینجا باید یه سیم بکشیم به B1 B2 B2 هم که باید از اینجا بیاد B2 B3 هم که اینجا میشه. من اینا رو وصل کنم، اینا رو قلم دود بعد یکم بکنم. سیمی که خوب باشه قشنگ لحیم بهش میگیره، احتیاج به روغن هم نداره. سیمای الان که اصلا خیلی افتضاح شده. محکم کاری میکنم نرم روش چسب حرارتی بزنین یا چسب دو طرفه خواستین توی جایی که جای بدین، توی باکس باشه هرچی باشه. اینا رو اتصال میدم و بیام بهتون نشون میدم وقت ویدیو زیاد گرفته نشه. اینم انتهای کار، ولتاژش رو بگیرم. دیده میشه اینجا 16 و 46. یه نکته ای هم که هستش باید از سمت منفی، اینجا منفیه دیگه، اینجا چه 4 و 11 چه B1
اینجا B1 4 و 11 از همین منفی باز دوباره اون سمتش 8 و 22 اومده رفته اینجا شده B2 اینم B3 B3 B2 B1 B3 هم که آخریه. اون نکته هایی که گفتم اول از اینکه شروع کنید به مونتاژ حتما باید فول شارژ باشه، یعنی دونه دونه. من همچین چیزی ساختم ماژور شارژ فنم بهش گذاشتم چون اینا خیلی داغ میکنه. شما خودتون تست کنید یک بار، دستتو بزنید رو آیسیش قشنگ میسوزه دستتون. حتما فن و هیتسینگ بذارید. جمع یه شارژر گذاشتم که وصل بهشون و هر شارتاشون رو هندل میکنه. باتری ها رو که فول شارژ کردید هر تعدادی داشتید، نکتهش همینه. این شانتی خانم هم هی میاد و میره تو ویدیو. نکتهش اینه که حتما باید اون فول شارژ که شد تست بگیرین. شما تست بگیرین باتری رو، انتهاش که فول شارژه دونه دونه بنویسید. مثلا اینو گرفتید شد 4 و 12 فول شارژش ها، این که شد 4 و 12 شاید این یکی بشه 4 و 21. این دوتا رو دیگه با هم نذارین. شما هر تعدادی که 4 و 12 شد، حالا یه درصد بالاتر 4 و 13 هم اشکال نداره، اونا رو با هم درست کنید. اینجوری مطمئن باشید به هیچ عنوان دیگه اون مشکلاتی که بعد از چند وقت پیش میاد، مثلا یک دستگاهی درست میکنید میبینید باتریش از کار افتاد، دلیلش اینه شما قشنگ بریم باتری ها رو دریارین تست بگیرید، میبینید یه دونه باتری با بقیه همخونی نداره. میگیرید مثلا نوشته 3.5 ولتاژش یا 3.7، بقیه مثلا 4. همون باتری تو مدار مشکل ایجاد میکنه، چون اینا جوری نیست که دیگه هوشمند باشه متوجه بشه کدوم شارژش بالاست کدوم پایینه. فول شارژ که بشه نسبت به مثلا این باتری 4 و 2 بشه قطع میکنه ولتاژو. حالا اون باتری که با این همخوانی نداره 4 و 2 نشده دیگه، مثلا شده 3 و 7، اونم دیگه شارژ نمیشه، قطع میشه. این نکته طلایی که گفتم اینجایه. یعنی شما اینو رعایت کنید به هیچ عنوان باتریاتون خراب نمیشه. لطفاً حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید تا با انرژی بیشتری براتون ویدیو بسازم. با سپاس فراوان.